شنگول و منگول. یکی بود یکی نبود، توی دشت بسیار زیبا و سرسبز خانم بوزی قصه ما با 3 تا بزغاله های بسیار بسیار قشنگش زندگی می‌کردند. یه روز از روزها خانم بوزی بزغاله هاشو صدا کرد. گفت بزغاله های قشنگم، امروز من باید برم به صحرا و برای شما بزغاله های قشنگم علف بیارم. خانم بوزی گفت و رفت به صحرا. آقا گرگ بدجنس دید که خانم بوزی از خونش رفت بیرون. آقا گرگه اومد، در زد، تق تق تق. شنگول اومد از کنار در پرسید می می کیه؟ آقا گرگه گفت منم مادرتون. شنگول گفت نه اگه مامانمون هستی به دستتو نشون بده. آقا گرگه دستشو نشون داد اما دستش سیاه بود. شنگول گفت نه دیدی تو مامانمون نیستی؟ آقا گرگه عصبانی شد و رفت و بعد از مدتی دوباره برگشت، در زد. منگول اومد گفت می کیه در میزنی می. آقا گرگه گفت منم مادرتون، ببینید دستم سفیده. شنگول و منگول فکر کردن به حبه انگور رفت، در رو باز کرد. آقا گرگه حمله کرد اومد تو. وای، آقا گرگه حمله کرد اومد تو. شنگول و منگولو گرفت، حبه انگور رفت توی کمد لباس قایم شد. آقا گرگه خوشحال شد و گفت رفت. خانم بوزی از صحرا برگشت. خانم بوزی صدا کرد شنگولکم منگولکم حبه انگورکم کجایی؟ اما صدایی نشنید. از پشت کمد حبه انگور گریه کنون اومد. مامان جون آقا گرگه اومدی شنگول و منگولو خورده. خانم بوزی گفت ای گرگ بدجنس، میدونم من با تو چی کار کنم، میدونم به تو چه درس عبرتی بدم. خانم بوزی و حبه انگور رفتن. خانم بوزی شاخهاشو تیز کرد، در آقا گرگه در زد. آقا گرگه گفت کیه؟ خانم بوزی گفت منم بوزی با شاخه‌های تیز اومدم شکم تو پاره کنم. گرگ بدجنس در رو باز کرد،
و خانم بزی با شاخه‌های تیزش کرد تو شکم آقا گرگه. شکمشو پاره کرد و رفت یک عالمه سنگ آورد و سنگا رو ریخت تو شکم آقا گرگه و شنگول و منگولم پریدن بیرون، اومدن پیش مامانشون و روزای خوبی رو هم سپری کردن. بچه‌های خوشگلم، نوگلای من، وقتی مامان خونه نیست و میره، شما نباید در کوچه رو کسی باز کنید، شاید گرگ باشه. حالا باید برید بخوابید، لالا کنید. شبتون بخیر نوگلای من، شب خوب و با آرامش و روز زیبایی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر.